دلیل وفات آریانا سعید هنرمند خوشنام کشور چیست؟ آیا به واقعیت آریانا سعید در امریکا حادثه کرده است؟ آریانا سعید به چی دلیل دیگر و کارهای هنریش نمی پردازد؟ و دلیل دوری آریانا سعید از اسیب ساید نامزدش چیست؟ اکنون آریانا در کدام کشور زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند خوش صدای کشور، یکی از هنرمندان بی‌بدیل ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، علاقه فراوانی داشت از سن نوجوانی برای هنر موسیقی، اما به دلیل مخالفت‌های خانواده و همسر اولش نتوانست آهنگ بسراید. ولی بعد از آن که از نامزد اولش جدا شد، آریانا سعید به کارهای هنر موسیقیش به یک بارگی پرداخت و توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت و محبوبیت بسزای کسب کند. چند می شود بانو آریانا سعید در امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان ساخته است. وی هر ماه در این نهادش فعالیت‌هایش را بر علیه طالبان و گروه‌های تروریستی در افغانستان ادامه می‌دهد. اما به همین خاطر آریانا کاملا از راه هنر موسیقیش به دور است و آهنگ جدید برای دوزاران و طرفداران صدایش نشر نکرد. بانو آریانا سعید این روزها تصاویرش در صفحات مجازی نشر شده است. وی در حادثه ترافیکی که در امریکا انجام داده است در حالت بدی در شفاخانه بستری است، اما تا کنون علت این حادثه ترافیکی آریانا معلوم نیست و صحت وی اطلاعات در دست نیست. ما در انتظار نشر تازه ترین برنامه های هنری از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.